و آخرش پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم نماز شب گفتن. نماز شب جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم در حدیث ها میفرمایند که میگن بهترین نمازها بعد از نماز فرض نماز شب. در اصل عزیزای خدا، دوستای خدا اکثرشون از روی نماز شب در درگاه خدا یعنی قربت پیدا کردن، عزت پیدا کردن. نماز شب این عبادتی هست که خاص یعنی که انسان کسی او را نمیبینه، خاص به خاطر الله انجامش میده. ولی حکایت میکنن که حضرت جنید بغدادی رحمت الله علیه میگه وقتی که وفات کرد یکی از شاگردهاش در خوابش دیدش. بعد ای استاد بزرگوار برای من گفت نصیحت کن که آیا بعد از وفات کردن، بعد از مردن کدام عمل زیادتر برای انسان دستگیر میشه، کدام عمل زیادتر انسان فایده میبخشه. میگه حضرت یک آهی سر کشیدم گفتم ای فرزند، گفتم یگان عملم به اندازه 2 رکعت نماز شب دستگیر نشید. یگان عملم، چون که 2 رکعت نماز شب خاص الله های خود تنها دیگه کس را نمیبینه. و این خاطر نماز شب یکی از نمازهایی است که یعنی جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاصتا خداوند امر کرد برای نماز تهجد خواندن. استعیذ بالله و من اللیل فتهجد به نافله لک. رب العالمین امرش کرد که ای محمد صلی الله علیه وسلم شبها بخیز نماز تهجد بخوان. تا وقتی نمازهای فرض دیدن، نماز تهجد برای جناب پیغمبر فرض بود. بعد از اون وقتی که نمازها فرض دیدن یعنی حکم فرضیش بالای جناب پیغمبر بالا شد، یعنی دور شد. اکثر مفسران میگن که نماز شب در درگاه خداوند بچنان محبوب هست، بچنان قدر عزت دارد که خداوند حبیب شد، پیغمبر شد امر کرد برای چی؟ برای نماز شب خواندن. و این خاطر من و شما هم باشیم برادران بزرگواری من حرکت کنیم حدی اقل هیچی نتونستیم 2 رکعت نماز شب داشته باشیم. 2 رکعت زیاد نه. اکثرا جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم نماز تهجد 8 رکعت میخوندن. بعضی روایت ها تا 12 رکعت هم اومده است. اما حدی اقل انسانیت اگر ای توانست و مقصد ای دستش اومد حدی اقل 2 رکعت 4 رکعت چند میتوان نماز شب داشته باشه. ای نماز شب قربت انسان یعنی در درگاه خدا عزت انسان بالا میبره. در درگاه خدا نماز شب انسان بسیار عزیز میگرده، یعنی محترم و معتبر میکرده. جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم همین 4 جمله را گفتن اگر هر انسانی که همین 4 خصلت 4 فعل در حیاتش داشته باشه از در سلام داخل جنت میشه. چی بوده؟ یکمش آشکار کردن، اظهار کردن سلام. دویمش یعنی طعام دادن، وقتی طعام کرده حداقل یک همسایت دعوت، یک انسان صالح، یک انسان خوب دعوت کرده ایو طعام بخوره. در اصل این ذخیره قیامت میشه. حتی در روایت ها میگه روز جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم در خونه نبودن و خونه جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه یک گوسفند نظر آوردن، صدقه آوردن. حضرت عایشه مادر میگه پاره کردن، یک پاش یعنی در خونه گذاشتن، دیگرش در کمبغل ها تقسیم کردن. بعد جناب پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه حضرت عایشه گفتن یا رسول الله شما نبوده یک گوسفند آوردن من میده کردم، یا حصه‌شو باقی گذاشتم دیگه‌شو در کمبغل ها تقسیم کردم. جناب پیغمبر صلی الله علیه و آله گفتن که ای عایشه گفتن این باقی نیست، این گفتن من شما میخریم ادا میشه و نابود میشه، او چیزی که صدقه کرده او باقیه، او را میریم در نزد خداوند ای خود میکنیم. شیخ عطا را میگه هر چی دادی در راه حق آن توست، آنچه میماند بلای جان توست. در راه خدا صدقه کردی این همون یه ذخیره آخرت کرده است. و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله. هر چیز پیش خودتون برای آخرت فرستاده رفته در نزد پروردگار ای خود میکنید پیدا میکنید. در برابر این خداوند جنت رو میده، در برابر این خداوند عزت رو میده، در برابر این خداوند یعنی گناهات رو نمیبخشه. و صله رحم یعنی دوستی و اصل دین اسلام دین محبت. وقتی حضرت داملا را زنگ زدن که ما اومدیم و خواب نیستیم اما به خاطر یعنی عزت مهمانداری و به خاطر حرمت همدیگر حضرت چقدر یعنی به شوق و خرسند اومدن یعنی مهمان یافتیم. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره مهمان میفرمایند که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه. هر انسان ایمانی به خدا، ایمانی به روز قیامت داره، مهمان باید مهمانداری کنه. و این خاطر شخصیت آمد نباشه، گشنه هم نیست یکم کسی شب و روز. این خودش یک شعار اسلام عزیز ما، یعنی صله رحم. آخرش نماز شب. جناب پیامبر گفتن کسی این 4 خصلت داشته باشه ای در سلام داخل جنت باشه. و این خاطر
این حدیث جناب پیغمبر هر کدوم ما و شما در حیاتمون عملی کنیم تا اینکه حیات ما دیگرگون شد. حیات ما یعنی حیات حقیقی و حیات ما حیات اسلامی شد. انشاءالله که شما دائما قوم حضرت هستید، سخنهای ما را بارها